Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Бинен чӣ хел имрӯз ҳаво хушрӯ, офтобакинас, осмона бинен чӣ хел кабути хушрӯй аст. Баҳор. Нека ҳеҷ кадом мегӯяд ки чили зимистонае. Ана ман бозор рафтаам, рафта чакка гирам. Мехоҳам камтар мастобача карда. Ҳамон тифтелико кати очама саҳри больница оварда будам. Рентген кардем. Духтура ждан мекунем. Бояд хона равад, проверка кунад. Ҳам хеле оста лечение кунем, очамшона нағз шаванд. Ана мехелал дӯстони азиз. Соат 11 гузашта. Тез рафта ҳор вақт тайёр кардам дар кор. دوستان عزیز ما خانه آمدیم. اینجا من کمی مستوبکه دستم و اینجا در خریدم دو تا شاول من همه یک سوم یک تا شدرلیتا گرفتم برای بولچکا پختن و اینجا در یک تا 10 سوم چکه همه چخل سویو گیرم شد از تیز مستوبای اندازم. انا دوستانی عزیز اینجا در وای شوربا جوشید. یک بار آبش انداختم تا که جوشاد خوش رو بعد تیفتیلکوی اندازم. من اینجا در من خیلی جوشیدستگی در می اندازیم. دوستان عزیز به گوهی روز شده و اینجا ما یک بانکای 2 لیتر زیر بای بود. راستی که هیچ که نخوردم چند خیلی ایستاد سامبوسه دک شده بودیم شد و هم خیلی ایستاد. گفتم بزیب نشود حیف نشود. گفتم گرفتم خیلی تمات کدام شد. 1 ساعت نه 2 ساعت شد جوش دیسته هیچ نه که غفص کرد نخوام شد غفص نمیشد. هم خیلی کم خیلی آفاده میاندازیم. هم خیلی دوستانی عزیز
بس کنیم دیگه کشم شیخ دوشیدن این فایده نیست بیم همه گاز تمام میشد این بس نمیکنن انا میخوام دوستان عزیز امروز من خیلی утюг داشتم утюг کردم امروز چخل شده بیرون خطوری و یا حال شده утюг کردم لباسای همه جا با جا کردم پریاد کردم کودکا ужин کردن مازشتیان نیلوفر جمع کردی؟ تست من نیلوفر اینجا خولیگانی کرده هم مراتی تپید کرده هم مراتی تپید کرده با جمع نمیکنند همین خیلی احوال هسته نیلوفر تید کننده استا هست که جمع کننده نه همین خیلی هر روز امنیچکا شود بعد جنگ خیلی کاروش دسته دوستانی عزیز همین خیلی молодец انا میخوام دیگه این دفعه موتیواسیه نیلوفر کننده من سیامکا کنم نیلوفر уборка کننده دوستان عزیز چون هر وقت من همجا آمدم که کمی صحبت کنیم و خیلی خوش کنیم یک برای اون که تمام روی آخری ولاگ همه کار روی کردم من کودکای جا بجا کردم همه گویم حالیم تول و غربار روشون هسته آوازشون برامدستن تا خواب نرفتیستن رژیم پال نیستی ویران شدگی هسته ساعتای 10 11 تا 12 خواب میرن ساعت ساعت 8 نیم 9 قریب گویم که بعد میخیزن حرکت کردن در کار که رژیم نقص کردن در کار انا خیال دوستانی عزیز راستی که بهت وزبین گویم اوچام نیز خیلی زیق هستن دارو کلا نمیخوان گرفتن لیکن خیلی گویم وای امروز دکتر آمده بود با اوکول نایساندن اوچام نخواستن نکه مخی نمیشد دارو اوکول نگیری نمیشد حاضر هم خیلی وقت شدگی هست که همه دارو اوکول راستی که نمیدونم چی گفتن خیلی گپ دارم اون نکه نمیدونم چه خیلی گپ زنم انا خیلی دوستانی عزیز رحمتی کلان که بهت کامنتاری ها می نویسین من راستی که همین ولوگ دا یک چند کامنتاری ها خوندم راستی که آدم چه خیلی هستن در همین حالت گوی من حاضر خیلی بازور گشتم و نمیدونم خودم که چه خیلی ویدیو کردیستم چه خیلی سیومکا کردیستم چه خیلی گپ زدیستم چه خیلی مونتاژ کردیستم نمیدونم خودم همین نفهمیدیستم من همین چه خیلی گویم پیش وقت من همین درونی همین یوتیوب دبتم گویم من همین مونتاژ سیومکا همین اهمیت میدادم میفهمیدم میدیدم لیکن از روزی که اوچام همینجا هستن من عموما همین نمیفهمم یگان تاشا و وقتی که کامنتاری می نویسن که انا تو ایخه یا که نوندیده بده یا که تو خیلی بدهی انا این کردی یا که وای کردی راستی که میخوایی هم خیلی دستی تا گپی خوش رو نیستن لیکن با استغفرالله میگم وای شرط نیست میگم میخوال آدم بوده کامنتاری ها ده جواب داده و دلیل میکنم لیکن با وقتی میشد که خیلی آدم عصبانی میکنن و منم هم خیلی چه خیلی گم گپای خوش رو می نویسم شدم انا خیلی دوستانی عزیز خیلی آدم ها هر خیلی هستن که حالتی وزنینده هستن و هر خیلی گپ نمی بردارن نمیخواهن شنیدن من دویم هم خیلی هستم رحمت دوستانی عزیز که شما هستین کامنتاری های شما من کمتر میخوانم و خیلی خرسند میشم باور کنین دوستانی عزیز بهت همین حالت در حقیقت همین میفهمیده که مثلا کی ناس هسته چه خیلی هسته چه خیلی نسبتی رفتار میکنه انا خیلی دوستانی عزیز بسیاری بد گپ نزنم من همه کامنتاری های شما میخونم لایک میمونم حرکت میکنم انا خیلی خیر دوستانی عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین نزدیکتون اوچتون دادتون احتیاط کنین تلفن کنین پرسنشون احوال پرسشون کنین انا خیلی دوستانی عزیز خیر در پناه خدا باشین